من در جایی نه هستم. همه آن جای را خانه مینامند. همه چیز نو و ناشناس است. آنها مرا در کچه گذاشتند که خیلی براحت است. در گرد و اطراف من آنقدر بسیار حادثه ها روی می‌دهند. چنین به نظر می‌رسد که همه به دیدار من آمدند. بعضیشان میگویند که من به مادرم مانند بودم. دیگران میگویند به پدرم. کسی آمده مرا به دستش گرفت، چنان دستانی گرم. وی خود را ببینامید. مرا به دستانی دیگری داد، دستانی پر قوت ولی نرم. او بابایم بود است. دیگران در اطرافمان میدویدند. آنها نیز خرد بودند اما بزرگتر از من. مرا با برادر و خواهرم شناس کردند. آنها خندیده خواهش میکردند که مرا به آغوش گیرند و بازی کنند، اما مادرم اجازت نداد. از چه سبب باشد که اما مرا نشیبه میگویند؟ من حیرانم که این چیست؟ اینک من باز در آغوش مادرم هستم. وی مرا به سر پستانش گذاشت، باز بوی آشنا، و آمادم که بخورم. مادرم میگفت که اگر خوب بخورم سالم و قوی به وایم میرسم. من پی نبردم که چگونه خوابم برد. اورا، من بیدار شدم. این احساسات رو خیلی دوست می‌دارم. من آزادانه حرکت کرده می‌توانم. دستانم آزادند و ناگهان خاطر شده گریه کردم. مادر در حال پیش من آمد. من تنها نیستم. مادرم گفت که وقتی بازی رسیده است. پدرم مرا به آغوش گرفته نگاه داشت و مادرم آب گرم را به تنم می‌ریخت. خیلی احساساتی خوش. آنها مرا مهربانانه با سخنهای خوش نوازش میکردند. آنقدر مهر و محبت زیاد و برای من جالب است که آنها را مشاهده کنم. من خود را آرام و امن احساس میکنم.